سلام به دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، لبتون خندون باشه. دوستان عزیز، امروز اومدم با آموزش لوت چرم سیاه برای کسایی که مثل من رده 5. دوستان عزیز، اولا یه نکته بهتون بگم، برای رده 4 هم قطعا میذارم. و یه نکته دیگه ای که هست دوستان، برای هر لوت از یه نوع ستی استفاده میشه و برای لوت چرم و سنگ بهتره که از ست مخفی کاری استفاده کنین. و خب بریم تا بهتون بگم آیتم ها چیه. دوستان شما نیازمند اسکایف هستید. چرا؟ چون آقا اسکایف واسه تعمیرش کلا 2 تا قطعه میخواد و به صرفه تره. نیازمند مقدار مدکیت بیارید، هم واسه خودتون هم واسه حیواناتتون. آره خب دیگه چی نیازی؟ مقدار حالا خوبی قند. حالا من بیارم یه 30 تایی قند. دیوانه 30 تا قند رو ببری واسه یه لوت. ای های. خب یه 30 تای قند، یه اسب خوبم باشه دیگه عالیه. بذار من اسبم عوض کنم. اسممون رو عوض کنیم. خب پر کن تا همینجا بسه. خب یه دونه اسکایف، یه دونه افسر نیاز داری با مقداری مدکیت. حالا مدکیت اضافه خواستیم بیارین، نخواستیم نیارین، من حقیقت نیاز ندارم، همینطوری آوردم. دوستان من همین الان بهتون بگم یک میزان از لوت رو بهتون آموزش میدم و تهش آخری سر زمانی که خودم کامل لوت رو زدم اون موقع بهتون نتیجه رو نشون میدم. خب خرسمون رو جونش رو پر کنیم، بریم سراغ ویدیو. Let's go. دوستان یه نکته رو که توجه داشته باشین، یک سری ها میگن که فقط بایو، یعنی اینجا بهترین جاست برای روت چرم سیاه، ولی نه دوستان، ربطی نداره. گوریزا به سرو یا بایو ربطی نداره، یا حتی اگر معدن نمک هم میتونی با سنگر برو معدن نمک، بازم جوابه. ولی به نظر من بهترین کار اینه که شما یه راست بیاید گوریزا به سرو و یه بالوت بزنی، بری بایو، دوباره گوریزا به سرو، بایو، گوریزا به سرو، بایو. اینطوری خیلی به صرفه تره. حالا بذاریم من این اسمو پر کنم دوباره، بریم برای لوت. اولا این مدکیت ضعیف رو بذارم. با یه دونه از افیکتای غذا من پدیده. خب دوستان ببینید دوستان، مثل خر، خب به قولنا همون اول شروع نکنید به کشتن این عزیزان دل. دیدید یه دمیج بورانی میزنه، خلاص خیلی خوبه واقعا. اول از همه، حالا من خودم دارم مثل خر اینا رو میکشم، مثل اول این چقدرم لگم ماشین داغ کرده. بایستین یه لحظه. خب مثل خر همون اول شروع نکنیم به کشتنشون و مثل سگ با یه دونه اسلحه نزنیم. شما به خاطر همین افسر آوردین که بشین یکی بزنی بعد یه دونه با افسر، میگم یه دونه با اسکایف. حالا اسکایف رو بهتره که بیشتر واسه دسته ها استفاده کنید. اول همیشه بگردین یه دونه لوئیزیانا پیدا کنید. توی گوریزا به سر همیشه لوئیزیانا هست، اصلا غیر ممکنه لوئیزیانا نباشه. میذارید تا بره به اینا گیر کنید، بعد خودتونم کمکش میزنید. حالا من آدم ها رو هم حقیقت لوتشون رو برمیدارم، یه نیازی برای چه میشه کرد. آقا تمساح هم ببین احتمال داره یه پوست یا دراپ کنم، فرق نداره چه بالغ باشه چه نباشه، بکشیدشون. بفرمایید خیلی ایزی، یه ضربه تو میزنی یه ضربه خرس تمام میفته. وای این الان خیلی خوبه، برو دیگه سمتش. بفرمایید رفت سمتش. نیازم نیست بشینید خودتون رو سرویس کنید. اینجاها حتما کمک حالا حیوانتون کنید، حیوانی که ران کردید. چرا؟ چون اگر مثلا خرستون بمیره، خب یه دونه یا 2 تا خرس بیشتر اینجا نیست و اینجا حیواناتش هم در کل قوی هن. حالا نسبت به بایو ضعیفم ولی در کل قوی هن و آدم خیلی زیاد داره، در کل ضرر اگر بمیره. یه ضربه بزن. آفرین.
راسشون حاجی اسکایف رو الان دارم اون کیف رد حالا شیشه رو بگیرم با اسکایف اصلا چی میشه. یه ذره بزنیم تمومش کنیم خلصش کنیم خلاص. خب اینجا دیگه من میذارم حقیقت بمیرم چون الان دیگه ارزش خاصی نداره جونش خیلی کم شده. از اینجا به بعدش دیگه مجبورید خودتون لوت بزنین هر چقدر که مونده رو. چرا؟ چون دیگه بیشتر اوقات یه دونه بیشتر نیست. اگرم باشه دیدین بکشینش و الان یه دونه بیشتر نبود. چرا؟ چون اگر باشه هم پیش هم میافتن توی یه منطقه. حالا این متیترم بزنم اینو بندازم بالا بریم این برم یه چک بکنیم چیزی نیست. نه بریم این بر چیه؟ پلنگه پلنگ که شیر لنگه بخواب بینیم بابا. دوستان اینم توجه داشته باشین اسکایف مکس 3000 دمج برون داره. من اسکایفم تر 4 اگه مکس بود تا الان سرویس کرده بودم این عزیزم دارم. تمام 2 تا دمج برونی میزنه کلشون رو میندازه. اینم از این. چستارم لوت کنیم واقعا ارزش داره. چستای بایو و گرداب صرف خیلی سود داره. بریم تو بایو. دوستان هر 20 تایی هم که چرم جمع کردید مثلا الان من 20 تایی جمع کردم دیگه میندازمش اینجا با خودم نمیبرمش و به خاطر اینکه همون کنه آورده این گوشت سختم واسه اون جمع کردم میدمش تا بده. اینم همینطور بخورم این الکی جمع کردم. تمسای خوشگلی اینجاست بزنیم اینو یکی بزنیم بمیر دیگه یه دمیج برونی بزن اینو بکش دیگه. چی رو برداشتی الان؟ نمیدونم بطول نداره. اوه یکی زدش اصلا قلبم حال میاد. ای بابا 2 تا دمیج برونی بخوریم قلب میشش فرین. ای what the hell میزانه اینجا چی میخواد؟ what the hell لویزیانا اینجا منطقی نیست خدایی. یعنی لویزیانا تو اینجا میشه لویزیانا باید تو بیشه باشه بیشه میکشه شیشه. خب این بزن مثلا ایزی چی دیدی چیزی ایزی برو کمک اون لویزیانا نه اومدی کمک من. لویزیانا رو زدم به این زوده از وزم که اینجا آدم داره بابا میشه تله میشه معذرت بخواه وای اینو یادم رفتنش کن. زیاد چیز خاصی نیست. اگه قهوه تند زده بودم ولی مشکل رو نداشتم. حالا ایراد نداره. حالا چرا ایراد داره؟ با این کاری که این گربه سرمون در آورد داره قهوه تند بزنی خیلی بهتره تا بخوام مشعله رو بیاری. خب برو کمکش دیگه. اینجا فوتش رو الموت بزنیم فوت الموت. حالا دیگه از این به بعدش رو با تمثال بالغ بریم. بله ما اینطوریم داداش ما اینجوری نیستیم. به خودمون زحمت نمیدیم دیگه. تمسا بزن به خودش هر ضربش حاجی 1000 خوبه تو دمیجیم. خدایی میگم هر کی تمسار داره حلالش. خودم شاید بعدم تومه جهانی رو خرید زدم تمسار رو گرفتم. اول بازترینش نمیدونم چطور یادم نمیاد. آخرین باری که من تمسار داشتم خیلی سال پیش بوده. فکر کنم کل تومای رد 5 رو باز کنیم. فکر کنم
راستی دوستان اول ویدیو گفتم، الانم دارم وسط ویدیو بهتون میگم، واسه رد 4 هم قطعا میذارم توی مکانهای رد 4، نه مثلا با گان رد 4 بیاتون رد کنم، نه واسه خود رد 4 میذارم، چون میدونم قطعا خیلیاتون میخوای قبل از اومدن به رد 5 مکس کنید، بهتره که واسهتون بذارم خیلی راحت میشه. جان که بزنیم من که اصلا ارزش نداره بزنیم تو وضعیت چیکار کنیم. ای بابا بشین بزن، بشین نشستن و گذاشتن واسه چیزی از پشت پنجره زدن. آدمی کجاست؟ پلیر گفتم میشه پلیر بره، این بیاد پلیر بره. هیچی بایوم چون خیلی پیش در پیچه ها سخت توش توپ زدن در کل. این پشه ها هم داره دیگه اصلا بدتر. من اشتباه کردم، باید چیزو میزدم قبطون رو گهوه بزنیم حال بیایم مال بیایم. بزنیم نه 21 هم داشت برسه بره خواستم به مولا بشینیم اینو بزنیم. نه پا پس میکشم نه پا پیش، همینجوره. عزیز بای 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 ما رفتیم نایست بریم. دوستان من اینجا توی کلبه دریپ واتر چی نمیشه رفت از این گوش هست، من اینجا توی کلبه دریپ واتر یه دونه چیز گذاشتم، همین مشعله، به خاطر همینه که همیشه خیلی خیالم راحت. وات شو وات شو خوراجی شمام یه اسکرین شات ازش بگیریم. پشمام چی داری حالا؟ گوش دادی از خودت خود. اخ یه دونم پشتمه. خب دوستان من برم مشعله توی کلبه دریپ واتر رو وردارم و نتیجه رو بهتون نشون میدم. دوستان اینم از نتیجه، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگر به دردتون خورده این ویدیو لایک و سابسکرایب کنید، ویدیو رو شیر کنید و ادامه ویدیوها رو ببینید. خدا نگهدار.